سلام خدمت دوستانی که ویدیوی بنده رو میبینن. دوستان یک کار همکفی هستش که پکیج کار اومده پکیج رو در نظر گرفته تو حیات. حالا ببینید بچه، ببینید حالا به 4 لوله بوده، به هر چی بوده، بعد اومده جلو به این صورت. حالا بیا جلو آشپزخونه‌شو داده، اتاقشو داده. ببینید به چه حجم لوله رفته. اومده جلو، از این ور اومده یک کلکتوری داده، باز این طرف آمده یک کلکتوری داده. حالا کلکتوراشو بردن، من خدا شیراشو بردن، اینا یک کلکتوری داده. اینا حالا حالا به عقل ما، حالا که ما اولا که حیات بنده خدا رو ریخته به هم، راحت میتونست توی سکنج آشپزخونه، بعد پکیج هم میرفت تو کابینه، دودکش هم بالا میرفت بیرون، یک کلکتوری هم تو آشپزخونه براش در نظر میگیره، یا حالا اصلا پشت دیوار. این حجم از لوله رو نمیبر رو حیات. 200-300 میلیون هزینه رو دست بنده خدا مینازی، حالا برای 10 میلیون پول، برای 15 میلیون پول که میخوای متراژ بدی تو کارت. این درست نیست. باز اومده برای هود، خیلی جالبه، اومده برای هود. نمیخوام بدگویی همکارو بکنی، ولی خود دیگه حالا اسکی نیست، ولی خب یه لوله پلاستیکی گذاشته، بعد رفته داده رفته پشت بوم. بعد حالا جالبی جا 30-40 سانت سقف از بالا، 30-40 سانت از پایینی پر میشه، تقریبا یه چیزی دم سقف آشپزخونه براش میمونه. بعد متاسفانه کار کردن تاسیسات تو خونه خیلی مهمه عزیزان. رعایت کنین، روی آدم صاحب نظری بیارین بالا کارتون، و هر کس و ناکسی اعتماد نکنید که نابود میکنه کارتون، هم الله هزینه هم از لحاظ. باز ببین چه اتفاقی افتاده اینجا. این کلکتورا رو که برده داخل، باز رو بنده خدا اومده کفش بالا، یعنی الان اینو باید مجدد درا رو بکنن بیارن بالا. نهایتا سقفشون 10-15 سانت کوتاه میشه، اینم که دیگه رو شناژش کار نمیشه کنی، پایین‌تر نمیشه بری. و دیگه خدا لعنتی و توف لعنتی و قول ما قدیمی ها میگه ای داستانه. علی یار نگهدارتون.